من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. در سوره های گذشته از سوره های فرقان، شعراء، موضوع توحید با دلائل مختلف عقلی، نقلی، وحی اثبات شد و در آخرین سوره گذشته، سوره قصص، ما این مطلب را خواندیم که به خاطر توحید بر موسی علیه السلام مصائبی آمد که موسی علیه السلام مردانه تحمل کردند، مصائب را برداشت کردند. حال در سوره عنکبوت می‌خوانیم که این مشکلات تنها بر موسی نیامد، بر شما مؤمنین، بر شما اهل حق و اهل توحید خواهد آمد. شما هم باید برداشت کنید، شما هم باید تحمل کنید. در سوره عنکبوت در آغاز این سوره الله تعالی همین مطلب را می فرماید که ای مؤمنان، ای اهل حق، ای اهل توحید، شما مپندارید که فقط این مشکلات بر موسی آمد، بر پیامبران و پیامبر آمد، بلکه بر همه این مشکلات آمده و بر شما هم می آید. لذا شما باید تحمل کنید. چنانچه الله تعالی می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیا مردم گمان کردند که رها کرده می شوند، یعنی یترکوا به حال خود رها کرده می شوند به صرف اینکه، به محض اینکه بگویند آمنا، ان یقولوا آمنا، اینکه آمنا بگویند به حال خود رها کرده می شوند، استفهام انکاری هست، یعنی نه، رها کرده نمی شوند. آیا فکر کردن رها کرده می شوند و هم لا یفتنون، و آنان به انواع مصائب گرفتار نمی شوند، در فتنه ها مبتلا نمی شوند؟ انواع مشکلات، انواع مصائب، انواع فتنه ها بر اونها هم خواهد آمد. ولقد فتن الذين من قبلهم. الله می فرماید همانا ما آزمودیم، امتحان کردیم آنانی را که قبل از اینها بودند، یعنی امتهای پیشین،
امتهای گذشته فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. حکمت این مصائب، حکمت این مشکلات اینه که فلیعلمن الله الذین صدقوا، الله تعالی معلوم میکند، منظور از علم الهی در این چنین مواقع چی هست؟ علم ظهور است، یعنی ظاهر میکند، الله آشکار میکند کسانی را که صدقوا، در ادعایشان صادق هستند. صدقوا فی ماذا؟ پایین صدقوا بنسبت فی قولهم آمنا، آنانی که در آمنا گفتن چی؟ صادق هستند و در آمنا گفتن اونها راست هستند، اونها را الله معلوم میکند، مشخص میکند. ولیعلمن الکاذبین، البته حتما و حتما الله معلوم میکند کاذبین را، کسانی که دروغ گفتند. لذا الله تعالی مشکلات را می آورد تا صادقین را معلوم کند، کاذبین را. کاذبین یعنی منافقین، یعنی اونایی که در قولهم آمنا دروغ گفتن. و بعضی اینجا اعتراض کردن که این سوره مکی هست، چطور ولیعلمن الکاذبین درباره منافقین صحبت شده؟ هنوز در مکه منافقی نبود. بعضی در جواب تکلف میکنند، میگویند که خب این آیه مدنی هست، ولی اینا تکلف، اینا چیزهایی است که لازم نیست. ببین لازم نیست که این آیه مصداق این آیه فرد یا افراد خاصی باشند. یک مفهوم است، یک مطلب است، مطلقاً الله تعالی میگه صادقین و کاذبین را الله مشخص میکند. خب در مدینه در آینده مثلا افرادی خواهند آمد میگویم به دروغ که آمنا، پس لازم نیست الان اون افراد وجود داشته باشند. پس مفهوم ایمان با اخلاص و ایمان با نفاق خود در مکه هم مشخص بود. در مکه هم این مسئله مطرح بود که بعضی خواهند گفت از ته دل و بعضی ها به ظاهر. پس حتما مطلبی که درباره اهل نفاق بیاید در مدینه وقوع بیفتد نخیر، این چیز لازم نیست. خب فلیعلمن الله الذین صدقوا، تفسیر معالم تفسیر خازن نوشته یعنی فلیظهرن الله الصادقین من الکاذبین. پس علم به معنی علم ظهور است. خدا میخواد صادقین از کاذبین را ظاهر بکند. خدا که علمش را دارد میخواد ظاهر بکند تا بقیه هم بدانند که کدوم ها در قولهم آمنا صادق بودن و کدوم کاذب. علامه آلوسی رحمه الله نوشته انه تعالی یمتحنهم بمشاق التکالیف. ببینید مفهوم اصلی آیه این است که خدای عزوجل مؤمنان را امتحان می کند به وسیله مشاق تکالیف، یعنی مشقت های مختلف، تکالیف مختلف بر اونها میارد. تکالیف این تکلیف مکلف بودن، مثلا کالمهاجرت والمجاهدت ورفض الشهوات ووظائف الطاعات. مثلا دستور هجرت میده، دستور جهاد میده، دستور ترک شهوات میده، دستور انجام دادن طاعات و بندگی ها میده. و فنون المصائب فی الانفس والاموال، انواع مصیبت ها، انواع مشکلات در جانی مالی، اینها را الله تعالی بر انسان ها میارد لیتمیز المخلص من المنافق، تا مشخص کند که مخلص کدومه، منافق کدومه. و همچنین والراسخ فی الایمان من المتزلزل فیه، اونی که در ایمان راسخ است اونی که کدوم هست؟
و اونی که در ایمان تزلزل دارد، پس فیعامل کل بما یقتضیه و یجازیهم حسب و یجازیهم سبحانه و تعالی بحسب مراتب اعمالهم. خداوند هر یک را مشخص بکند، با هر یکی طبق اونچه که می طلبد با برخورد کند، با اونها را جزا بده، پاداش نیک، پاداش بد، به خوبان پاداش نیک، اونهایی که در امتحان ناکام شدن پاداش بد و غیره. پس حکمت این امتحانات این است. در حدیث شریف داریم، در روایت صحیح بخاری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزی بر دیوار خانه کعبه نشسته بود قبل از هجرت. ایام مشکلات و ایام مصائب آن حضرت نشسته بود و بعضی از فقرا از صحابه‌ای که در شکنجه بودند، در مشکلات بودند، آمدن گفتن یا رسول الله این همه مصائب، این همه سختی ها به درگاه خدای عزوجل شما دعا نمی کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که امتهای گذشته بر اونها خیلی سختی ها آمد، حتی که در زمین حفر شد، در زمین چاله زده شد، اونها را در چاله گذاشتند و بعدا اونها را اره کردند و به وسیله شانه های آهنین گوشت هایشون را تکه تکه کردند، ولی باز هم اونها از دین حق بر نگشتند. و سوگند به خدایی که شما می پرستید که این دین را الله عزوجل تکمیل می کند، این دین سراسر گیتی و سراسر جهان را در بر می گیرد، حتی که از صنعا تا حضرموت یک انسانی با امنیت و با آرامش کامل میره، هیچ کسی با او کار ندارد. اونجا آن حضرت صلی الله علیه و سلم این پیشگویی را هم فرمودند. پس آن حضرت فرمود که این سختی ها خواهد آمد، بنابراین الله می فرماید که مشکلات هست و مصائب هست، باید شما تحمل کنی، شما امت، شما ملت اسلامیه باید این مشکلات را تحمل کنید. همیشه باید از طرف دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما تعلیم داده که ما از الله عافیت بخواهیم، نسأل الله العافیه، از الله عافیت بخواهیم، از الله روزهای سخت نخواهیم، جنگ نخواهیم، مشکلات نخواهیم. اما اگر خدای نکرده آمدند باید تحمل بکنند. اهل حق باید اهل حق عقب نشینی نکنند از مسیر توحید، از مسیر ایمان، از مسیر حق، از مسیر قرآن و سنت. مطلب این آیات همین هست. خب تا اینجا ما خواندیم که مشکلات بر شما می آید. حال روی سخن به طرف کفار، اونهایی که بر شما مشکلات می آورند، اونهایی که ظلم می کنند، اونهایی که ستم می کنند، الله می فرماید اونها فکر نکنند که از عذاب ما نجات می یابند، اونها فکر نکنند که از پیش ما در میرند، نه، به حساب اونها هم خواهیم رسید. اونایی که مؤمنین را، اهل حق را شکنجه می دهند، اذیت می کنند، حال روی سخن با اونها هست. الله می فرماید ام حسب الذین یعملون السیئات، آیا می پندارند کسانی که سیئات می کنند، یعنی کفر شرک می کنند، معاصی می کنند. سیئات مدارک نوشته الشرک والمعاصی، هم شرک را شامل میشه هم معاصی را. آنانی که معاصی مرتکب میشوند آنها فکر نکنند که ان یسبقونا، اینکه از پیش ما سبقت میکنند، منظور در میرند، پیشی میگیرند، مخفی میشن، در برند، نخیر. ساء ما یحکمون، بعد از آنچه که اونها قضاوت میکنند، اونها حکم میکنند. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اما هر کسی که امید و اعتقاد به ملاقات الله داشته باشد، به دیدار رب داشته باشد، او بداند که فإن أجل الله لآت، اون اجل و مدت الهی که الله تعیین کرده او می آید، حتما فرا می رسد، مؤمن به اونجا می رسد. و هو السمیع العلیم،
الله سمیع هست، مجاهده قولی شما را هم میشنود. العلیم، علیم هست، مجاهده فعلی شما را هم میبیند. سختی هایی که شما میکشید، چه قولی چه فعلی، همه را الله تعالی میشنود و میداند. خب اگر شما پس سختی میکشید، مشکلات تحمل میکنید، نفعش هم به شما برمیگردد، سودش عاید شما میشه. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کسی که مجاهده بکند یا جهاد بکند او برای خودش، برای نفسش، یعنی نفعش به خودش هست. و الا الله ان الله لغنی عن العالمین، الله از همه عالمیان مستغنی هست، بی نیاز هست. پس نفع مجاهده به شما برمیگردد. امام قرطبی نوشته ای من جاهد فی الدین و صبر علی قتال الكفار، کسی که در دین مجاهده بکند، مشکلات کفار را تحمل کند و اعمال طاعات و در انجام طاعات هم صبر کند، فانما یسعى لنفسه ای ثواب ذلك كله له، او برای خودش میکند، همه این ثواب و همه این اجر برای خودش هست. پس مجاهده به نفع خودش هست. الله از همه عالمیان بی نیاز است. حال از اینجا بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لنكفرن عنهم سیئاتهم، سیئات آنان را ما حتما کفاره میگردانیم. این دفع مضرت است. سیئات اونها یعنی جزاء سیئات دور میکنیم. ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون، و اونها را جزا میدیم بهترین اونچه که عمل کردند، یعنی بهترین اعمالش هم پاداش اون اعمال، جزای نیکوی اون اعمال را الله تعالی میفرماید ما به اونها عطا میکنیم، به اونها عنایت میکنیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، بعد از حقوق عباد الله تعالی، حقوق الله تعالی متوجه میفرماید ما را به سوی حقوق العباد. الله میفرماید ما انسان را نسبت به والدینش هم وصیت کردیم که با اونها نیکی کند. اما چنان موضوع حق و موضوع دین و موضوع راه خدا مهم است که همین والدین، همین هایی که عزیز انسان هستند، اگر انسان را تلاش کردن که انسان شرک بکند با خدای عزوجل، انسان باید حرف اونها را گوش نکند. و این جاهداک لتشرک بی، یعنی حق اینقدر مهم است، توحید اینقدر مهم است، ای موحد، ای مؤمن، اگر آنان تلاش کردند با تو، مجاهده کردند، لتشرک بی، تا که تو شریک بگیری به من، با من شریک بگیری دیگران را، ما لیس لک به علم، آن معبودانی که برای معبودیت اونها شما هیچ علمی نداری. اگر والدین کسی خدای نکرده مشرک بودند و از فرزند خواستند که به دین ما بیا، فلا تطعهما، آنان را اطاعت نکن، آن را اطاعت نکن. شما در آیه دیگه میخوانیم و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در امور دنیا با اونها نیکی کن، اونها را خدمت کن، اما در باب دین پیرو حق باش، پیرو اونها نباش. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، فقط و فقط بازگشت شما به سوی من خداست، من به شما خبر میدهم که شما چه عمل کردید. بعضی میگویند که این آیه درباره حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه است، گرچه مطلب آیه عمومی هست، شامل هر که میشه، ولی یکی از مصادیق سعد میتونه باشه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه وقتی که ایمان آورد، مادرش متوجه شد، مطلع شد
مادرش گفت که سعد دین من را ترک کرده، لذا من خودکشی میکنم اگر سعد دین من را تا زمانی که بدینم بر نگردد. لذا سعد را خواست و گفت که تو این دین جدید را قبول کردی؟ سعد گفت بله من قبول کردم. گفت که باید برگردی، من مادرت هستم، به تو دستور میدم. گفت مادر من بر نمیگردم، این راهی که من انتخاب کردم این راه حق است. مادر سعد، چون سعد از فرزندان کوچکتر مادر بود یا فرزند اصلی و خادم خاصش بود که با مادرش رابطه خاصی داشت. گاهی بین مادر و چند فرزند یکی از اون فرزندان دیگه رابطه خاصی با مادر می داره، اونی که بیشتر خدمتش میکنه، یا گاهی این فرزند بزرگتر میشه، گاهی فرزند کوچکتر است. لذا سعد با مادرش چنان رابطه عاطفی داشت و بر سعد هم سخت بود. مادرش سوگند خورد به لات و عزی، به بتهای خودش که تا زمانی که تو بر نگردی من دهان به غذا و به آب نمیزنم. اعتصاب غذا کرد به اصطلاح و گفت که از سر آفتاب هم تو خونه نمیام. مادر سعد رفت به گرمی روی آفتاب نشست و چیزی نخورد. بر سعد رضی الله تعالی عنه بسیار سخت شد که مادر به این صورت داره عمل میکنه. مادر گفت یا من باید بمیرم یا اینکه تو باید برگردی به دین من. لذا سعد فکر کرد که چیکار بکنه. مادر رفت، 2 روز ماند، 2 روز هیچ نخورد، نه آب خورد نه نان خورد نه غذا خورد و سر آفتاب نشسته بود. آخر سعد رفت پیش مادرش، گفت مادر شما یک جان داری، اگه 100 جان داشته باشی و این 100 جان را همه را تلف بکنی، همه را از بین ببری، که بخواهی من را منصرف بکنی، من از راه حق بر نمیگردم ولو که بمیری. یعنی به مادرش اطمینان داد. بعد از اینکه مادرش مایوس شد، دید که سعد چنان بر موضع خودش سخته، بعد از 2 روز آمد به خونهش و چیزی خورد. دیگه ناامید شد، دید که از این خیری به عرض کنم گمان او و طبق عقیده او نیست. سعد عقب نشینی نمی کند. لذا الله تعالی این آیه را نازل فرمود. بعضی گفتند که نه، مطلق است، یکی از مصادیقش اونه. لذا الله می فرماید اگر اون پدر و مادر تلاش کردن تا به من شریک بگیری، هیچ وقت این کار را نکن. پس ببینید الان مناسبتش با گذشته هم معلوم شد که شما در راه الله و در راه توحید استقامت کنید، ولو اینکه مثل امتهای گذشته بر شما اره بکشند، ولو اینکه عزیزترین کسان شما مثل پدر و مادر هم شما را مجبور کند، ولی شما اطاعت در باب توحید، در باب حق و مسیر حق از اونها اطاعت نکن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. بازم بشارت، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، قوه اعتقادی و قوه عملی، لندخلنهم في الصالحین، حتما ما آنها را در صالحین داخل میکنیم. ببین کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه خودش جز صالحین است. لندخلنهم فی الصالحین یعنی چه؟ مفسرین گفتن یعنی در بهشت، در درجات صالحین، چون بهشت درجات متفاوتی دارد. یکی درجه عموم مؤمنین هست، یکی درجه صالحین هست. لذا در درجات صالحین در بهشت اونها را ما داخل میکنیم. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
اینجا الله تعالی زجر و توبیخ بیان می کند بر اونهایی که ایمان نشان ایمان به زبان است، ایمان از ته قلب نیست، یا اینکه ضعیف الایمان هستند، با اندک مشکلی جا خالی می دهند، با اندک فشاری از مسیر حق بر می گردند. این آیات، مصداق این آیات در زمان پرفتنه ما زیاد هست. این آیات به ما میگه که هر چند مشکلات باشد، هر چند اهل باطل روزمار اونها باشد، دور اونها باشد و همه امکانات و حرف اول را اونها بزنند، شما ذره ای از مسیر حق عقب نشینی نکنید. لذا الله می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردمانی هستند که میگویند ایمان به خدا آوردیم. فاذا اوذی فی الله، زمانی که آنها اذیت و آزار میشوند، شکنجه داده میشوند، فی الله در رابطه با الله، ای فی توحید الله، تفسیر مدارک، چون اختلاف توحید و شرک بود. در رابطه با توحید الهی آنها اذیت میشوند. جعل فتنة الناس كعذاب الله، آنها شکنجه مردم را مثل عذاب خدا میپندارند. یعنی اینکه 4 تا شلاق میزنند اونها را اگر آویزان میکنند و شکنجه میدهند، این را مثل عذاب خدا میداند، بر میگردد، در حالی که عذاب خدا چی؟ کجا؟ و این شکنجه انسان ها کجا؟ این زود تمام میشه. جعل فتنة الناس كعذاب الله. علامه آلوسی نوشته نزلوا ما یصیبهم من اذیتهم منزلة عذابه تعالی، اون چی که بهشون میرسد از اذیت و آزار، این را به منزله عذاب خدا میدانند. فجزعوا من ذلك، زود از این چیکار میکنند؟ داد و فریاد میکنند، بی صبری میکنند. ولم یصبروا علیه، صبر نمیکنند. و اطاعوا الناس، مردم را اطاعت میکنند. و کفروا بالله تعالی، کفر میکنند. به عنوان مثال در بسیار از بلاد اسلامی حکومتهای کفر و اهل کفر میاند، گاهی غلبه پیدا میکنند. متاسفانه کسانی که ضعیف هستند، بعضی ها به خاطر شکنجه و ترس از شکنجه فوراً با کفر همسو می شوند، همگام می شوند. و بعضی ها از این هم بدتر با کفر همگام می شوند به خاطر طمع. یعنی بعضی را تطمیع شکار می کند، بعضی را تهدید. الله می فرماید که اینایی که به خاطر تهدید و به خاطر شکنجه کفر برمی گردند، بر اینها این توبیخ است. اونی که اصلا چنین فشاری نیست، اما به خاطر پول، به خاطر امکانات، اون پس حالش چیه؟ نسبت به او الله چی می فرماید؟ لذا الله می فرماید ولئن جاء نصر من ربک، اگر نصرت یاری از جانب ربت بیاید، لیقولن انا كنا معکم، اون وقت به اهل حق و به اهل دین میگن ما با شما هستیم. یعنی منافقانه عمل میکنند. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، الله این ادعا را رد میکنه. اینکه شما میگویید که ما با شما هستیم، انا كنا معکم، در دین و عقیده ما با شما هستیم، الله میفرماید همین که من از سینه های شما، از ته دل شما میدانم، همین کافیه. آیا الله عالمتر نیست، بهتر نمیداند اون چی که در صدور عالمیان است؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بازم حکمت مصائب الله عزوجل حتما معلوم می کند. گفتیم علم اینجا به معنی چی هست؟ ظهور. خدا که همین چیز را می داند، ولی به علم ظهور می رساند، ظاهر می کند. البته حتما الله ظاهر می کند آنانی را که آمنو، ایمان آوردند. ولا یعلمن المنافقین، حتما ظاهر می کند منافقین را.
یعنی ما فی صدور هؤلاء من النفاق و ما فی صدور المؤمنین من الاخلاص. مدارک یعنی خداوند نفاق این منافقین را ظاهر می کند، اخلاص و ثبات مؤمنین را ظاهر می کند. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. یکی دیگر از صورتهای تضلیل را الله بیان می فرماید، گمراه کردن. خب یک صورتش همون بود که در گذشته خواندیم که اونها با تهدید و با ارعاب و با وحشت یا با اذیت و آزار مؤمنین را سعی می کنند که به مسیر خود بکشند، به مسیر باطل ببرند. و یک صورت و یک نیرنگ دیگه میگویند که شما راه ما را بگیرید و ما خطاهای شما را، گناه شما را ما حمل میکنیم. یعنی هر چی گناه بود به گردن ما. بعضی وقتها کفر از این طریق هم وارد میشه، باطل از این طریق هم وارد میشه. الله عزوجل اینجا برای او زجر بیان میفرماید، سرزنش میکند او را و این حرب را، این نیرنگ را الله تعالی برملا میکند. و قال الذين كفروا، کفار میگویند للذین آمنوا، به مؤمنان، به مخلصان، اتبعوا سبیلنا، راه ما را پیروی کنید، ولنحمل خطاياكم. این ولنحمل لنحمل هست، امر هست، ولی امر به معنی خبر است. یعنی ما حمل میکنیم خطاهای شما را، گناه شما به گردن ما بادا، شما از راه ما پیروی کنید. شما بذارید مسیر شما را که مسیر شما مسیر خشونت است، مسیر تحجر است، مسیر تنگ نظری است، چیزهایی که گفته می شود در عصر ما. راه شما راه تنگ نظری هست، لذا بیایید شما مثل ما سینه باز داشته باشید. الله می فرماید و ما هم بحاملین من خطایاهم من شیء، آنان از خطاهای اینها و اشتباهات اینها هیچ چیزی حمل نمی کنند. انهم لکاذبون، اونا دروغ میگویند، اینا بار خودشون را خودشون برمیدارند، اونها بار خودشون را خودشون. البته اونایی که در صدد گمراه کردن مردم هستند دو برابر بار برمیدارند، بار خودشون را و بار اینها را برمیدارند، به این معنا که دو تا جرم داره، یکی ضلال، یکی اضلال. خودشان گمراه بودند، این بخشش و این گناهش فرق میکنه. دیگران را گمراه کردند، به خاطر اضلال و گمراه کردن دبل میشه، دو برابر میشه گناهش. نه اینکه گناه او را بر خود گرفته، بلکه گناه خود را که او را گمراه کرده، اما او که گمراه شده اون خودش بعدش را برمیدارد. لذا الله می فرماید ولا يحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، حتما حمل میکنن بارهای خودشان را و بارهای همراه با بارهای آنها. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، حتما آنها سؤال میشوند در روز قیامت اما كانوا يفترون، از آنچه که افترا گفتند، از دروغ هایی که اونها سر هم کردند. یعنی اینها که گفتند که گناه شما به گردن ما چنان میکنیم، راه ما راه درست است، از همه این افتراعات و کذبات در روز قیامت بازخواست میشوند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. ما در این آیات خواندیم که سختی ها می آید ای مؤمنان، مشکلات می آید، مشکلات را تحمل کنید. الان الله تعالی نمونه و الگو بیان می کند، الگوی تمام مصائب و سختی ها سیدنا نوح علیه السلام. سبحان الله، پیامبران الهی چه مشکلاتی را تحمل کردند. مشکل دنیا، مصیبت دنیا مصیبت نیست، مشکل نیست، زود گذر است، تمام شدنی است. اصل مصیبت خدا نیاره، مصیبت آخرت است
که یک انسانی برای همیشه در جهنم بیفتد، یک انسانی برای همیشه به عذاب و به گرفتاری آخرت گرفتار بشه. لذا اگر در دنیا واقعا مشکل بود، مصیبت بود، الله تعالی بر پیامبران، اونم پیامبران اولوالعزم نمی آورد. چه روزهای سختی را گذراندند. ما امروز ناراحتیم که برای ما مشکلات است، از مشکلات اقتصادی می رنجیم، از مشکلات امنیتی ناراحتیم، از مشکلاتی که بر عالم اسلام هست، گرچه نسأل الله العافیه. اما ببینید که پیامبران اولوالعزم الهی چه مصائبی را تحمل کردند. من جمله نوح علیه السلام. الله می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، در میان آنها ماند 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 950 سال. سبحان الله، مدت کمی نیست. 10 قرن. به گفتن آسان است، به زبان آسان است، اما وقتی که تصورش میکنیم یک انسانی 10 سال مریضی را تحمل میکند، 10 سال سختی میکشد، 10 سال دشمنی او را شکنجه میدهد، تو زندان قرار میگیرد، بعد از 10 سال تمام تعجب میکنن سبحان الله چقدر این انسان سختی کشیده. میگوین تمام زندگیش با رنج بوده، تمام زندگیش با مشکلات بوده. اما پیامبر خدا را ببین که 950 سال خیلی واقعا سخته. 950 سال همهش تبلیغ میکند، همهش مایوس میشه، همهش جواب منفی میشنود، همهش دلش را میشکنند. لذا الله می فرماید فلبث فیهم 1000 سنة، 1000 سال در میان آنان ماند، الا 50 عاما، منهای 50 سال یعنی 950 سال. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، نتیجه عناد، نتیجه ضد. الله می فرماید طوفان آنها را گرفت، طوفان الهی در بر گرفت، در حالی که وهم ظالمون، آنان ظالم بودند. منظور از ظلم هر جا شما الان میخوانی مشرکون، بزرگترین ظلمشون شرک بود، ان الشرک لظلم عظیم. فانجیناه و اصحاب السفینه، این نتیجه انابت است، ثمره انابت و رجوع الی الله. فانجیناه و اصحاب السفینه وجعلناها آیة للعالمین. الله می فرماید ما نجات دادیم نوح را و اصحاب سفینه را، کسانی که در کشتی بودند، وجعلناها آیة للعالمین، و این را عبرتی برای عالمیان قرار دادیم. امروز هم طوفان نوح به عنوان یک عبرت و به عنوان یک موعظه مطرح است. بعد از نوح نمونه دیگر ابراهیم علیه السلام. ابراهیم چه سختی های تحمل کرد سبحان الله. تو آتش افتاد، فرزند دلبند را به خاطر خدا و دستور خدا ذبح کرد، زن و فرزند را ترک کرد، هجرت کرد. همه این مشکلات به خاطر دین الله و مسیر حق بود. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، و ابراهیم زمانی که به قومش گفت اعبدوا الله، فقط و فقط الله را عبادت کنید، واتقوا، از او بترسید، ولا تشركوا به شیئا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این برای شما بهتر است اگر بدانید. این یعنی چی؟ یعنی ترک شرک و عبادت خالص الله. مرجع ضمیر ذالک چیه؟ ترک شرک و عبادت خالص. این بهتر است اگر شما بدانید. چرا؟ چونکه انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، جز این نیست آنهایی که شما عبادت میکنید به جز الله، به غیر از الله بتند،
و تخلقون افکا، شما درست میکنید دروغ، یعنی افک ایجاد میکنید، افترا درست میکنید، از خود میگید که این فرام مشکل، این برای فلان مصیبت خوبه، این معبود برای فرزند دادن مجرب است، این معبود برای رونق بازار تجربه شده. امروز هم مردم همین چیزا را درست میکنند. میگه هر کسی فلان جا رفت، فلان چاه رفت، فلان آستانه رفت، این نتیجه را میگیرد، فلان نتیجه گرفته. داستان های کتابات درست کرده تو مجلات، چه یاوه‌گویی های خرافاتی به مردم میدند که مردم بر اساس اون عمل کنند. الله می فرماید و تخلقون افکا، از خود دروغ درست میکنید. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، آنانی که شما عبادت میکنید بغیر از الله، آنها مالک رزق نیستند، نمیتوانند به شما روزی بدن. فابتغوا عند الله الرزق، بطلبید نزد الله فقط رزق را. واعبدوه واشکروا له الیه ترجعون، فقط او را عبادت کنید، سپاسگزار او باشید، شاکر او باشید. چرا؟ چونکه الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید، مالک نفع و ضرر شما اوست. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم. اینجا جمله معترضه هست. الله تعالی روی سخن را در میان داستان ابراهیم هست، هنوز سخن ابراهیم و تبلیغ ابراهیم ادامه دارد، اما به صورت جمله معترضه الله تعالی خطاب می کند به مخاطبین اولین قرآن، به مشرکان صدر اسلام، به قریش مکه، که اگر شما تکذیب می کنید این نبی مرا، امتهای گذشته پیشین مثل شما تکذیب کردند. فریضه پیغمبر فقط ابلاغ هست، پیام خدا را رساندن است، لذا شما ضرری به پیغمبر نمی رسانید، ضرر مال خودتونه. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم، اگر شما تکذیب میکنید همانا تکذیب کردند امتها قبل از شما. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر رسول نیست مگر فقط و فقط رساندن آشکار، پیام خدا را آشکارا صاف و شفاف میرساند و بس. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك علی الله یسیر. الله دلیلی ذکر می فرماید بر اثبات توحید. آیا نمی بینند که چگونه الله تعالی از ابتدا مخلوق را پیدا کرد؟ ابتدا کی آفرید؟ خب اینها هم می دانند که الله آفرید. ثم یعیده، سپس خدا بر می گرداند همین مخلوق را، اعاده می کند، دوباره به وجود می آورد. ان ذلك علی الله یسیر، این مسئله بر خدا آسان است، خلق مجدد، اعاده مجدد. اما کسانی که نپذیرند اونها باید عبرت بگیرند از اقوام دیگر، از عاقبتی که بر اقوام دیگر آمد. اولم یسیرو، قل سیرو فی الارض، به آنان بگو سیر کنید در زمین بگردید و استدلال کنید بر خالقیت الله. فانظروا کیف بدأ الخلق، ببینید الله تعالی چگونه از ابتدا خلق کرده، چه خلائقی، چه کائناتی الله از ابتدا اونها را ایجاد کرد. یعنی غرض این سیر چی هست؟ انسان عجائب میبیند در این عالم، انسان دریاها را میبیند، کوها را میبیند، دشت و دمن را میبیند و انسان دنیا را میبیند. لذا الله میفرماید اینها را همه را که ببینی، هر چی بری مخلوق الله به چشمت میخورد، هر چی ببینی قدرت الله میبینی. از این قیاس کن که خدایی که
قادر است این همه پیدا کند. من و شما که در اینجا زندگی میکنیم خب دید ما محدود، همین اطراف خودمون را میبینیم. بریم بگردیم از این سر دنیا تا اون سر دنیا، ببینیم این عالم چقدر وسیع هست، چقدر این عالم بزرگ هست. وقتی که الله چنین عالم بزرگی را پیدا کرده، از اینجا قیاس و استدلال است. او میتواند دوباره انسان را پیدا بکند. لذا الله میفرماید ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، سپس الله ایجاد میکند نشأت آخرت. نشأت یعنی ایجاد کردن دوم، بار دوم، آخر. چون که ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قادر است. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، هر کسی را که خدا بخواهد عذاب میده، بر هر کسی که بخواهد رحم میکند. و الیه تقلبون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. و این نکته را هم بدانید که نمیتوانید، اگر مجرم باشید نمیتوانید از عذاب خدا نجات بیابید، فرار کنید، در برید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نیستید شما عاجز کننده در زمین و نه در آسمان. خب این خدایانی که برای اونها شتر کشتیم چه؟ این خدایانی که برای اونها نذر و منت دادیم، اونها را فریاد زدیم. نفی شفاعت قهری. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی و هیچ یاوری، نصرت کننده، ولی که حامی شما باشد، از شما حمایت کند و شما را یاری کند، در مقابل عذاب الله نیست. حال الله تعالی اینجا که فرمود یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، مصداق یعذب را بیان می فرماید. اونایی که خدا عذاب میده کیا هستند؟ والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمت الله، اینها مصداق یعذب هستند. اونایی که الله عذاب میده کسانی هستند که کفروا بآیات الله، به آیات الهی کفر کردند. و بالخصوص ولقائه، ملاقات خدا. ببینید بعضی مردم هستند مشرکان، خدا را قبول دارند، آیات خدا را هم قبول دارند. مثلا از اونا بپرس که کی آسمان را پیدا کرده؟ میگه خدا. کی زمین را، کوه را؟ میگه خدا. در قرآن هم هست ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اما وقتی که درباره لقای الله صحبت بشه که ما میمیریم و دوباره زنده میشیم، در محضر الله حاضر میشیم، این قبول ندارد. پس ولقائه بویژه اونهایی که منکر قیامت هستند، منکر ملاقات با الله هستند. اولئک یئسوا من رحمتی، اینها از رحمت من ناامیدند. و اولئک لهم عذاب علیم، این انسان ها برایشان عذاب دردناک است. علی ای حال این در وسط جمله معترضه بود. موعظه ابراهیم را خواندیم. بعضی گفتن اینا جز موعظه ابراهیم هستند، بعضی گفتن ادامه سخنرانی ابراهیم هست. خلاصه اینها یا جمله معترضه یا سخنرانی ابراهیم، از اینجا که تتمه داستان ابراهیم است. فما کان جواب قومی، وقتی که ابراهیم این وعظ بلیغ را ارشاد کرد، ابراهیم گفت واعبدوه واشکروا له، ای قوم فقط خدا را عبادت کنید، فقط شاکر خدا باشید. قوم چه پاسخی داد؟ الله می فرماید فما کان جواب قومه، جواب قوم در نهایت و در پایان نبود الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، مگر گفتم بکشید این را یا بسوزانید ابراهیم را علیه السلام. چون که بر علیه بتان ما، خدایان ما، عقاید ما سخن میگوید. رب العالمین میفرماید فانجاه الله من النار، الله او را از آتش جهنم، از آتشی که اونها افروخته بودن نجات داد، از جهنمی که اونها به زعم خودشون درست کرده بودن. الله به آتش گفت کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، خنک باش،
جای سلامت و راحت بر ابراهیم باش. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، همانا در این نجات، در این معجزه ابراهیمی نشانات و دلائل هست برای قومی که ایمان بیاورند. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم. ابراهیم علیه السلام به تبلیغ خودش ادامه داد. بعضی این را گفتند قبل از اینکه در آتش بیندازند، این موعظه قبل از آتش برمیگردد. بعض میگن بعد از نار، بعد از جریان آتش ابراهیم گفت. ابراهیم چی گفت؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. ای قوم جزی نیست که آنانی که گرفتی شما بغیر از الله، اوثانا اینها بتند. بله اوثانا اینها بتند، یا بعضی گفتن نه این اتخذتم دو تا مفعول داره. اتخذتم من دون الله آلهة اوثانا، اینهایی که بغیر از الله به عنوان معبود گرفتی اینا بتند، اینا خدا نیستند. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، این مودت مفعول له هست، ای للموده. اینا را شما به خاطر روابط و دوستی فی ما بینتان گرفتید. ببینید هر صنفی با هم دوست است. اهل توحید، اهل حق با هم دوستن. اهل شرک وجه اشتراکشون شرک است، با هم دوستند. لذا این به خاطر مودت بین شما در زندگی دنیا است. در زندگی دنیا با هم دوستید، محبت میکنید. اما ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، سپس در روز قیامت بعضی تان بعضی دیگر را انکار میکنید، کفر میکنید، بر هم دیگر لعن و نفرین میفرستید. و یلعن بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین میکند، لعنت میکند. و مأواکم النار، جایگاه شما همه در آتش است. و ما لکم من ناصرین، برای شما هیچ ناصری، هیچ کمک کننده ای نیست، نفی شفاعت قهری. لذا ابراهیم گفت که شما در دنیا با هم دوستی، با هم رابطه دارید، دست به یکی کردید، من شکنجه میدید، ولی در قیامت شما همین دوست ها همدیگر را نفرین میکنید، چون میبینید که معاون همدیگه بودید در راه شرک، از همدیگه متنفر میشید. میبینید که هر یکی سبب گمراهی دیگری شدید، سبب تشویق دیگری در شرک و گمراهی شدید. خلاص ابراهیم علیه السلام این تبلیغ را کرد. نتیجه این تبلیغ چی شد؟ فآمن له لوط، لوط به ایشون ایمان آورد. حضرت لوط علیه السلام، لوط ابن هاران که برادر ابراهیم بود، پدر لوط، و خود لوط قبلا هم خدمت شما عرض کردم پدرش فوت کرده بود، تحت تکفل و سرپرستی ابراهیم بود، بزرگ کرده ابراهیم بود، ابراهیم او را بزرگ کرده بود. لذا این پیغمبر، این عرض کنم که لوط علیه السلام اون زمان به پیغمبری نرسیده بود، این صحابی ابراهیم بود و پیرو ابراهیم بود. ابراهیم که هجرت کرد، لوط هم با او هجرت کرد. لوط و ابراهیم و ساره که همسر ابراهیم، این سه نفر هجرت کردند. الله می فرماید فآمن له لوط، لوط به او ایمان آورد. و قال انی مهاجر الی ربی، ای قوم شما که ایمان نمی آورید، من هم شما را ترک می کنم، ربم دستور داده بروم، من هجرت می کنم الی ربی، یعنی الی حکم ربی، بسوی حکم ربم، هر جایی که رب دستور بده. انه هو العزیز الحکیم، بدون شک اون ذات غالب هست و کارهایش با حکمت هست.
واقعا کارهای الله با حکمت بود. ابراهیم علیه السلام که هجرت کرد، بعد از این هجرت دو مرکز که مرکز دین و مرکز توحید بودند برای همیشه احیا شدند. یکی از اون مرکزها مکه مکرمه هست. اونجا رفت در مسیر که الله عزوجل هاجر را بهش داد، پادشاهی که هاجر را هبه کرد و بخشید به ساره و ساره به ابراهیم داد و ابراهیم عقدش کرد و از هاجر اسماعیل متولد شد. در وادی لم یزرع مکه اونها را گذاشت و اون سبب چشمه دین شد، سبب آبادی شد. آخر همون مکه ام القرى شد و امروز قلب تمام دنیای اسلام است. و بعد از مکه هجرت کرد، رفت به طرف شام، چون ابراهیم علیه السلام از عراق بود، از بابل عراق بود، لذا به طرف شام رفت. شام که رفت اونجا حضرت ساره را به شام برد، یک همسرش در مکه یکی در شام. شام محبت انبیا شد، چون که از ساره بعداً الله اسحاق را داد و از اسحاق یعقوب و از یعقوب یوسف، همه پیامبران الهی از اون نسل. لذا الله تعالی اونجا را هم آباد کرد. بیت المقدس اونجا درست شد بعداً توسط انبیا. حضرت سلیمان علیه السلام اینا همه از نسل ابراهیم هستند. هزاران نبی اونجا مبعوث شد در اون ارضی که بارکنا حوله، اطراف تمام برکات بود، تمام آبادی بود. لذا الله تعالی به برکت این هجرت ببین دنیا را آباد کرد. امروز در دنیا هر چی که مذاهب هستند، مذاهب دینی آسمانی، چه اسلام، چه یهودیت، چه مسیحیت، چه بقیه مذاهب، همه به یکی از این دو جا مرتبطند. پیغمبرشون اونجا بوده. لذا الله می فرماید که انه هو العزیز الحکیم، الله بر کارش غالب است و در کارهای الهی حکمت وجود دارد. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم بخشیدیم. این انعامات و احسانات رب بعد از هجرت. انسان که برای دین خدا این تجربه هست و از مطالعه قرآن این معلوم میشه. انسانی که برای دین خدا سختی میکشد در همین دنیا جایزه خودش را دریافت میکند. فقط در آخرت الله بده؟ نه، در همین دنیا الله میده. خیلی از پیامبران در همین دنیا بعد از سختی ها جایزه گرفتن. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما هبه کردیم بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب را. و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب، این انعام اول. فرزندانی که نور چشم بودند و روشنی چشم بودند مثل اسحاق و یعقوب بهش دادیم. و انعام دوم و جعلنا فی ذریته النبوة، ما در اولاد ابراهیم و در نسل ابراهیم نبوت را گذاشتیم. والکتاب، و همچنین کتاب ها را، همه دستورات الهی شریعت ها در نسل ابراهیم بود. و آتیناه اجره فی الدنیا، این انعام سوم، پاداش سوم. اجرش را، پاداشش را در دنیا دادیم. در دنیا چه اجری هست؟ منظور مال و ثروت نیست، مال و ثروت اجر نیست، بلکه منظور قرب خدای عزوجل است. در دنیا تا روزی که زنده بود مقرب ترین بنده الله، خلیل الله بود. و در آخرت و انه فی الاخرة لمن الصالحین، او در آخرت از صالحین است.
صالحین بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که در میان انبیا صالحین و صالح بودن باز درجات دیگری دارد. صالحین همونطور که در میان ما مؤمنین بعضی از ما مؤمن عامه هستیم، بعضی جز صالحین هستند، در میان انبیا اون تفاوت بین انبیا جداگانه هست. یک درجه صالحین هست که بعضی از انبیا را در سوره انبیا میخوانیم، الله تعالی میفرما همه اینها از صالحین بودند. یک درجه صلاح که چه ویژگی هایی دارند الله بهتر میداند، در انبیا یکی از اونهاست ابراهیم علیه السلام. علی ای حال بعد از ابراهیم نه، در همان زمان ابراهیم لوط علیه السلام را هم الله تعالی به طرف صدوم که صدوم هم نزدیک شام بود الله تعالی مبعوث کرد. و لوطا اذ قال لقومه، زمانی که به قومش گفت، اون قومی که در میان اونها زندگی کرد و زنم از اونها گرفت، انکم لتأتون الفاحشه، ای قوم شما مرتکب فواحش می شوید، چنان فاحشه ای که ما سبقکم بها من احد من العالمین، سبقت نکرده از شما بها یعنی به اون فاحشه، من احد من العالمین، هیچ یکی از عالمین، یعنی قبل از شما این کار را هیچ که انجام نداده. این کار بی حیایی را که شما دارید اون چیه؟ اینکم لتأتون الرجال، این بیان فاحشه هست. اینکم لتأتون الرجال، آیا شما پیش مردان می آیید؟ منظور هم جنس بازی، هم جنس گرایی، مرد تمایل به طرف مرد داشته باشه. قبل از این قوم هیچ کسی از انسانها، و قبلا خدمت شما عرض کردم حتی از حیوانات هم این را نداشته. بلا نسبت گاهی شاید حیوانات را دیدید که یک حیوان نر وقتی که دنبال ماده میگردد اشتباهی به طرف حیوان نر میره، از پشت بویش میکنه، وقتی که احساس میکنه که این مثل من هست، مذکر هست، نره، ترکش میکنه. حیوانات هم به این مرض و به این بلا گرفتار نشدن، اما متاسفانه انسان ها وقتی که فطرت بشری و فطرت انسانی را از دست میدهند میبینیم که تمایل به جنس دارند، هم جنس باز میشوند. و مصیبت بزرگتر این که امروز این انسان های بدبخت و بدفطرت، اینهایی که فطرت بشری را و فطرت انسانی را گم کردند، از دست دادن، امروز در دنیا به دنبال مشروعیتند، به دنبال رسمیتند. خیلی از هم جنس بازان هستند که فعالیت دارند تو دنیا که اونها را به رسمیت بشناسند. حکومت ها به مسائل اونها و غریزه های ناپاک اونها به عنوان یک قانون توجه کنند و تصویب کنند. خیلی از کشورها متاسفانه در مقابل اینها پایین آمدند. اینها میخواند که در دنیا ثبت بشه که مرد بتونه با مرد ازدواج کنه، دو مرد بتونن با هم دیگه جفت بشند. این از آثار شوم این قوم هست، قوم حضرت لوط علیه السلام. لذا لوط به اونها گفت که اینکم لتأتون الرجال، آیا شما پیش مردان می آیید؟ و تقطعون السبیل، تقطعون السبیل، راه را قطع می کنید. به چه معنا؟ این دو تفسیر برایش کردن. یکی تقطعون السبیل به معنی قطع طریق، راهزن، قطاع الطریق، شما راه را میبندید، مردم که میآیند همه مال و منال مردم را به غارت میبرید. بعضی گفتن تقطعون السبیل به این معنی است
رازن هستید، دزد هستید، گردن بگیر هستید. معمولا این نوع انسان ها وقتی که فطرت خودشون را از دست میدند، فطرت بشری را جنایت های بزرگ دیگر را هم میکنند. گردن بگیری میکنند، دزدی میکنند، مردم میکشند. پس یک تفسیر تقطعون السبیل این هست و بعضی گفتن نه، تقطعون السبیل راه بندانی به همین منظور بود. یعنی می رفتن سر راه ها می نشستند، بلا نسبت وقتی که یک مردی، یک بچه‌ای بدون ریش امرد وقتی که رد می شد فوراً او را می گرفتند و کار بد باش می کردند. پس بعضی گفتن تقطعون السبیل به این معنی است. علامه نصفی هر دو را نوشته، تقطعون السبیل بالقتل و اخذ المال، راه بندانی میکنید یعنی مردم را میکشید، مالشون را میگیرید، کما هو عمل قطاع الطریق. و بعضی گفتن نه، وقیل اعتراضهم الصابل بالفاحشه، اینها سر راه مزاحم مردم میشدند که هر کسی را گیر می آوردند و با او عمل بد انجام می دادند. و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلساتتون کارهای بی‌حیایی را علنی انجام میدید. انسان وقتی که فطرتش خراب باشد، انسان وقتی که فاسد بشه، خب کار منکر انجام میده. اما خیلی که فطرتش مسخ بشه علنی انجام میده. در جلسات هم دیگر بعضی حداقل ذره از حیا هنوز هست که میرن مخفیانه انجام میدند. اما بعضی ها نه، ابایی ندارند، باکی نیست، علنی. امروز در اروپا همین بدبختی هست که حضرت لوط علیه السلام میفرماید. یعنی منکرات، فواحش در خانه های، در مراکزی علنی انجام میگیره، جلوی هم دیگه مثل لخت مادرزاد هستند، هیچ از همدیگه خجالت هم نمیکشند. انسان وقتی که فطرتش خیلی پست باشد، خیلی خراب بشه، لذا این چنین میشه. حضرت لوط علیه السلام مفاسد و اشکالات را داره برمی شمارد، می فرماید و تأتون فی نادیکم المنکر، در جلساتتون منکر انجام میدید. نه اینکه بعضی ها مخفیانه انجام میدن، نه، حیا کلا از بین رفته. اما قوم چه جوابی داشت؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله. اناد قوم پاسخی نداشت، جوابی نداشت، مگر گفتند ائتنا بعذاب الله، عذاب خدا را بیار، ان کنت من الصادقین، راست میگی، پیغمبر خدا هستی، بیار عذاب. آخر سیدنا لوط علیه السلام مجبور شد پیش الله عزوجل مناجات کرد. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، بار الها مرا یاری کن بر این قوم مفسد، اینایی که اعتقادا و عملا به فساد گرفتار شد. بعدن که عذاب آمد، تفصیل عذاب را ما در هم سوره هود خواندیم، هم سوره های دیگر، اینجا هم به صورت خلاصه تر میخوانیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، زمانی که پیامبران ما، فرستاده شدگان ما یعنی فرشته ها آمدن پیش ابراهیم به همراه با بشارت، مجده برای ابراهیم هم داشتن، مجده ولادت سیدنا اسحاق علیه السلام. بعد از اون مجده به ابراهیم خبر دادن، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، ما میخواهیم هلاک کنیم اهل این قریه را، یعنی قریه صدوم را، روستاهای صدوم را. چرا؟ ان اهلها كانوا ظالمین. این تعلیلیه هست، علت اینه که اهلش ظالم هستند. ظالم هستند، اینا ظلم میکنند، ستم میکنند بر خود، بر دیگران. قال ان فیها لوطا، ابراهیم گفت لوط در میان اون هست، اون چی کار میکنید؟ خب در آیات دیگه شما به تفصیل خواندی که ابراهیم بحث کرد با اونها. ان ابراهیم لأواه حلیم، گفت یک مهلت دیگه، شما فعلا عذاب ندید، شاید توبه بکنند.
ولی اونها گفتن نه فیصله شده، چیزی که خدا فیصله بکنه هیچ کس جلویش را نمیتونه بگیره. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها، ما بهتر میدانیم چه کسی در اون روستا هست. لننجینه و اهله، حتما او را نجات میدیم و اهل و عیالش را، الا امرأته، مگر همسرش، کانت من الغابرین، از غابرین هست، از اونهایی که بازماندگان به اصطلاح، اونجا که باید بماند، چون اهل شرک بود، اهل نفاق بود. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، زمانی که فرستادگان ما پیش لوط آمدند، سیء بهم یعنی حزین شد به وسیله اونها، غمگین شد به خاطر اونها. قبلا ما به تفسیر خواندیم این پیامبران الهی غیب نمیدونستند، خبر نداشتن اینها فرستادگان رب هستند. این اجابت دعای من است که گفتم رب انصرنی علی القوم المفسدین. خدا پاسخ داده، فرشتگان را این شکلی فرستاده. فکر میکنه مهمان هستند، مهمانهای زیبارو، الان از این قوم مفسد، از دست قوم مفسد چی کار کنم؟ به این خاطر غمگین شد. اگر ذره غیب میدانست پیامبر خدا ناراحت نمیشد. سیء بهم حزن بسببهم، جلالین گفته به سبب اونها چی شد؟ غمگین و حزین. و ضاق بهم ذرعا، از نظر قلب، از نظر سینه، سینهش تنگ شد، یعنی دلش گرفت، دلگیر شد. گاهی انسان وقتی که غمی پریشانی برش بیاد دلگیر میشه، احساس تنگی نفس حتی میکند. اما فرشتگان که بعد از این که متوجه شدند، وقالوا لا تخف ولا تحزن، نترس و غم نکن، انا منجوک و اهلک، ما تو را نجات میدیم، اهل و عیالت را نجات میدیم، الا امرأتک کانت من الغابرین، مگر زنت که اون زنت هست از غابرین، از بازماندگان، کسانی که باید اینجا بمانند. انا منزلون علی اهل هذه القریه، همانا ما فرود می آوریم، ما نازل می کنیم بر اهل این قریه، رجزا من السماء، عذابی از آسمان الله به ما دستور داده، بما كانوا يفسقون، این علت عذاب است، دلیل عذاب، به سبب فسقشان، به سبب خروج عن الطاعات، خروج عن الدين. الفسق ای الخروج، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الدين، الخروج عن الإيمان. فسق به معنی عام هست، شرک را هم شامل میشه، کفر را هم شامل میشه، معصیت و گناه را هم شامل میشه. ولقد ترکنا منها آیة بینة لقوم یعقلون، ما از اون قوم نشانی واضحی گذاشتیم برای قومی که تعقل داشته باشند، یعنی مستفیدین، کسانی که از عقل و خرد کار بگیرند و از اون آثار بازمانده درس بگیرند. آیتا بینتا چی هست؟ قبلا این بحث هم آمده. بعضی میگن همون روستاهای سرنگون شده و ویران شده که به جا ماند. بعضی گفتن اون سنگهایی که الله عزوجل اون سنگها را بر اونها از آسمان نازل کرد و باراند و اون سنگها اصلا با سنگهای اون منطقه هیچ نمیخورن، فقط همون محدود هست. بعضی گفتن اون آب سیاهی که متعفن بود در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که به تبوک رفتند هم مشاهده کردند. و میشه همه اینها را جز آیتا بینه قرار داد. خب این خلاصه داستان قوم لوط بود. همه را اونچه که شما به تفصیل در سوره هود خواندید و سوره اعراف خواندید، اینجا الله عزوجل به صورت خلاصه ذکر می فرماید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في الصلاة
السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل